به نام خداوند بخشنده و مهربان. درود بینندگان عزیز، بخش نوبتی برنامه خبری پیام نیوز است. در استودیو با شما شهرت رحمت الله. اینک متوجه باشید به سرخط مهمترین خبرهای روز. تاج‌الدین پیرزاده بار دیگر به ریاست تاجیک صادرات بانک رسید. اثبات باز یک ساختکاری مقامات علیه بزرگمهر یاروف. قتل مرد 45 ساله از طرف زن و پسرش و حکم زندان آنها. تاج‌الدین پیرزاده بانکدار تاجیک و رئیس سابق تاجیک صادرات بانک ماه می با دستور بانک ملی از وظیفه‌اش برکنار کرده شده بود، دوباره به این وظیفه برگشته است. بعدی به بحران مالیوی گرفتار شدن کلانترین بانک های تاجیکستان، تاجیک صادرات بانک و اگرو اینوست بانک، تاج‌الدین پیرزاده از وظیفه‌اش برکنار شده. جای او میرحیات یعقوبوف از نزدیکان جمال‌الدین نورعلیف، داماد رئیس جمهوری تاجیکستان، برای 3 ماه تعیین کرده شد. بانک ملی این اقدام را نجات دادن تاجیک صادرات بانک از بحران قلمداد کرد. بعداً این مهلت به 3 ماه دیگر تمدید کرده شد، اما تاجیک صادرات بانک نه تنها از بحران نجات نیافت، بلکه به آن ژرف‌تر غوطید. یک منبع در تاجیک صادرات بانک همان وقت سبب دراز کرده شدن مهلت راهبران نو را در نیافتن راه حلی از بحران برآمدن بانک شرح داده بود. قرار بود که اینها در مهلت 3 ماه سنجش و تحلیل کرده راه رهایی از بحران میافتند. مبلغ‌های دپوزیتی ما را برمیگردانند، ولی ما تا امروز نه معاش و دپوزیت‌های مشتریان را دادن نمی‌توانیم. به نظر می‌رسد که این بانک به جیب بانک ملی می‌رود یا سهمیه‌هایش را 50% حکومت و باقی مانده را شخصانی حقوقی می‌خرند. راه دیگر نیست. تاج‌الدین پیرزاده رئیس سابق بانک که 58% سهمیه‌های بانک مالی اویند در مهمانخانه تاجیکستان دفتری کاری دارد و آنجا میشیند. طبق اطلاع آزیا پلوس 80% سهمیه‌های این بانک به دولت گذشته، برای از بحران نجات دادن آن 2 میلیارد سومانی جدا کرده شده است، اما این مبلغ از کجا و به کدام شرط دسترس شده است معلوم نیست. با برگشت پیرزاده اولین وظیفه‌ای که نزد او گذاشته شده است برگردانیدن امانت‌های مشتریان این بانک است. گفته می شود این بانک نزدیک به 40,000 مشتری دارد. بعد از ما متن برآمد بزرگمهر یاروف درباره اتهام مقامات علیه او که گویا از نفر با نام آدینایف امامعلی با راه تقلب پول گرفته است و ثبت صدای گفتگوی همسر بزرگمهر با امامعلی آدینایف رسیده است. در این برآمدش بزرگمهر ثابت میکند که این یک اتهامی ساخته است و او از این نفر پول نگرفته است، اما در ثبت گفتگوی آدینایف به همسر بزرگمهر ثابت کردنی می شود که او اصلا عریضه ننوشته است. از برآمد یاروف و ثبت گفتگو برمی آید که اول مقامات از آدینایف عریضه گرفته اند که گویا بزرگمهر از او قرض گرفته است، اما بعدا آن عریضه را بیکار کرده عریضه نو می گیرند که گویا آدینایف برای حمایه اش به یاروف $200 داده است و او آن پولها را با فریب از خود کرده است. مبلغ هم در نشاندادها چند بار عوض می شود. ما قرار دادیم متن برآمد بزرگمهر یاروف و استنوگرام گفتگوی همسرش با آدینایف را نشر نماییم و قضاوت را به خود خواننده گذاریم. دادگاه ولایت ختلان یک زن 43 ساله و پسر 18 ساله او را که به کشتن سردار عائله یعنی شوهر و پدرشان گناهکار دانسته شده اند به 27 و 25 سال زندان متناسباً محکوم کرده است. این زن که از او قربانگل سریه و نام برده می شود با پسر 18 ساله اش حمیدجان تاشتیموروف، شوهرش حسن تاشتیموروف 45 ساله را با ضرب تبر کشته دورتر از خانه اشان گرانیده اند. سبب این کشتار خرخشه عائلوی گفته شده است. پسر در دادگاه اقرار کرده است که با مصلحت مادرش وقت پدرش از کوچه به خانه برگشت با تبر به پشت او زده افشانیده است و سپس با دستانش او را بوغی کرده کشته است. بعداً با مادرش جسد پدرش را به عربه بار کرده در رگزار گور کرده اند. تنها بعد 36 روز کشتار جسد پیدا گشته مادر و پسر با گمان قتل او بازداشت شده اند. مادر و پسر سبب به این جنایت مدهش دست زدنشان را خسته شدن از جنجال‌های پی در پی عائلوی گفتند.
کشتار و دیگر جنایت‌های وزنین در تاجیکستان در حال افزایش است. سبب آن را کارشناسان از یک طرف دور شدن مردم از دین و از طرف دیگر مشکل فراگیر اقتصادی قلمداد می‌کنند. اکنون مختصر از خبرهای منطقه و جهان. حزب لیبرال دموکراتی ازبکستان که در انتخابات قریب الوقوع پرزیدنتی ازبکستان سروزیر این کشور شوکت میرزیویف را جانبداری میکرد، بعد از پیروزی او و صاحب گردیدن به کرسی رئیس جمهوری در جلسه شورای سیاسی خود 12 دکبر سال روان به منصب سروزیری عبدالله عریپوف را پیشنهاد نمود. گفته می شود که عبدالله عریپوف 13 سپتامبر سال روان از جانب آن زمان پرزیدنت موقتی شوکت میرزیویف چون جانشین سروزیر تعیین گردیده بود. نیروهای حکومت سوریه 82 ساکن ملکی از جمله 11 زن و 13 کودک را در مناطق شرق حلب کشتند. بخش حمایت از حقوق بشری سازمان ملل متحد با تکیه به شاهدهای قابل اعتماد گفته است که سربازان اسد به خانه ها وارد می شوند و مردم ملکی را با شمول زنان و کودکان در جایشان به قتل می رسانند. مولود چاوشاغلو وزیر کارهای خارجی ترکیه فاجعه حلب را خونین ترین فاجعه در تاریخ انسانیت نامیده است. با معلومات اخیر BBC شورشگران که شرق حلب را تا حال تحت نظارت داشتند در آستانه سقوط قرار دارند و تنها یک چند محله را نظارت میکنند. بینندگان عزیز، اینجا به پایان برنامه خبری پیام نیوز رسیدیم. شرح مفصل خبرهای ما را از پایگاه خبری پیام نت و گزارش‌های ویدیویی ما را از یوتیوب پیگیری نمایید. برایتان خبرهای خوش و خوشی‌های زندگی را تمنا می‌نماییم. تا بخش نوبتی خیر، خدا حافظ.